درود به همه عزیزان، هورمزد دهنمکی هستم. تو این ویدیو میخوام این سری راجع به 3 روش خرد کردن با چاقو رو توضیح بدم. ببینید، اولا اصول دست گرفتن چاقو به این صورتی که ببینید اشاره 60 3 انگشت پایین، درسته؟ این اصول دست گرفتن چاقو. خب مسخلم که تیز کردن شد توی ویدیو جداگونه بهتون گفته بودم. میخوایم 3 روش خرد کردن بیسیک که ما توی استاندارد آشپزی داریم رو توضیح بدم. یک روشش مثلا شما وقتی جعفری سبزی‌های ریز دارید میخواید خرد بکنید هست. میبینید چاقو داره به چه صورت میره. وقتی چاقو داره میاد پایین میره جلو، خب این راک چاپینگ هست. خب به این روش میگیم راک چاپینگ. حالا این میتونه مثل این نوع سبزی باشه، مثلا میتونه ما اینجا یه قطعه مثلا از این کروبو داریم بزنیم، این میشه راک چاپ، درسته؟ این هست. یه روش ما داریم، مثلا شما فکر کنید ما این خیار رو داریم اینجا، این یه کمی ارتفاع داره، درسته؟ وقتی این ارتفاع داره شما نمیتونید با راک چاپینگ اینو خرد بکنید. میگم چه کار میکنید؟ این چاقو باید بیاد بالا بره پایین، درسته؟ به این صورت. به این میگن تپ چاپینگ. میبینید صداشو گوش بدید، ببینید مثلا اینو من دارم، صداشو میشنوید؟ تپ چاپینگ. یا حالا بعضی هم بهش میگن آپ اند دان، یعنی بالا و پایین، بالا و پایین، بالا و پایین. تپ چاپینگ یا آپ اند دان. خب ببینید نحوه دست گرفتن چاقو من یکم توضیح بدم. الان من یک همچین چیزی رو دارم، میخوام راک چاپش بکنم. میام وقتی این گرده یک گوشهش رو من اینجا رو برش میدم، این صاف میشه دیگه، لیز نمیخوره. خب حالا این روش انجام میدم. دستم رو چجوری گرفتم نگاه کنید. 2 انگشت پشت جمع شده، این 2 انگشت جلو از این ناخن ها شکسته، این شکسته و انگشت 60 انتهاست. ببینید انتهاست، این داره اینو هول میده، از عقب میاد به سمت جلو، درسته؟ اینجا رو من کوچیک‌تر بزنم ببینید، اینو دارم، ببینید 2 انگشت کج عقب چاقو، چه از بالا بیاد چه از پایین دارم میزنم راک، چه تپ، این شکسته است، این از بالا میاد گیر نمیکنه و انگشت اشارم همیشه انتهای چاقو هست. حالا ما چه از نوک چاقو استفاده کنیم، چه وسط چه از انتها. یک روش دیگه هم ما داریم برای خرد کردن. ببینید ما یه نوع سبزی رو داشتم، اینا رو جمع کردم، ریز کردم، درسته؟ حالا من میخوام اینها رو دوباره ریزترش بکنم. چه کار میکنم؟ با این روش. به این روش میگیم اکوراس چاپینگ. دور جمع میکنم، درسته؟ زیر رو درشت میکنم، ریزا دوباره میاد زیر، درشتا میاد رو، دوباره با چاقو هر روش میزنم به این صورت. خب این شد توضیح درباره دست گرفتن چاقو، نحوه خرد کردن، چجوری دستمون رو بگیریم که به دستمون لطمه نخوره، بریده نشه، و 3 روش خرد کردن با چاقو. امیدوارم لذت برده باشید. بدرود.